یک جوان توی میکند عروسش رو به خانه میبرند و بعد در تگ چادر ششته هر دویشون صحبت میکنند و بعد پسر میگوید که عزیزم میگوید چند نفر دختره برای من پیشنهاد کردن من راضی نشدم تو به من معقول بودی من تو رو به زنی گرفتم خدا خواهد ما خوشبخت میشویم یک چی پرسان خفه نمیشی کل میگه نه پرسیدن گیره جوان میگه که چند مردک برو فقط روز شگاز من تو خفه نمیشم تو همین من کدی شناس شدن من کدی گشتن من کدی شناس شدن تو من برسیدن نه پیش من چند کس کدی میگشتی یا چند تا شناس داشتی کلینجی میستاد این پسر فکر کرد که کلی خفه شد بعد دیگه جانم اصلی من جگری من بخشش که همین سوال من تو دادم انا التماس گناه من بخش دیگه این سوال نمیتونم من میدونم تو خفه میشی من میدونم تو خفه میشی همین گناه من بخش دیگه این سوال من نمیتونم کلی یکی میگه که بس که خط گپ نزنید اینا با حساب گم کردم اخی زن و شوهر شبانه خانه به نشستین و زنش نزد شوهرش برفته گفت که مردک بیایید یگان خیلی فیلمی دهشتناک تماشا کنیم بعد مرد گفت که زنک همین رنگ و بارت هست کو همه تازه کرده بیو شرط نیه که یگان فیلمی دهشتناک تماشا کنیم یک زن به مغازه فروشی موزه های زنانه در آمده است چشمش چونان بازی کرده است میبخشید انا همین موزه‌تون رو من پوشیده بینم گفتم اونا تو فروشنده خیلی مایلش لیکن پوشیدنش 25 سومون جانم کتی گفته 25 سومون دو پوشید همین پایش به زیبید است وای این چند پول گفتم این فروخته نمیشد خواهر این از آن خدا و یک نفر دوستش وا خورده میگه که ای دوستم تو میدونی که من در جای کارم بالا رفته ایستادم پس بسیار عالی جناب شما حالا در کدام وظیفه کار کرده ایستادید و این مردک میگوید که نه وظیفه نه من در آشانه یکم کار میکردم حالا در آشانه چهارم کار کرده ایستادم